قبل از آغاز جلسه وسیع جنبست فعالیت 6 ماهه کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، راهبریت و مسئولان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی جمهوری به آرامگاه لوچوب تشریف آورده با مقصد گرامی‌داشت خاطره نیک فرزندان فرزانه ملت و احترام به خدمت‌های ماندگار آنها در راه تشکل و تحکیم دولتداری تاجیکان، از جمله به مدفن قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مقسوم، شیرینشاه شاه تیمور و چهره برجسته فرهنگ ملی نیثار محمد با احترام و صمیمیت گلچنبر گذاشتند. گلچنبرگذاری همچون رمزی احترام به گذشتگان ملت، تحکیم حس خودشناسی و وطن‌دوستی و ارجگذاری به شخصیت‌هایی میباشد که زندگی و فعالیت خود را صرف حفظ منفعت‌های ملت و دولت نمودند. سپس در تالار کالج تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک آسیمی از فعالیت کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نتیجه گیری کرده شد که در رفت آن ریاست این نهاد نماینده دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، راهبران مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی جمهوری و نمایندگان وسایط اخبار عامه اشتراک نمودند. اطلاع داده شد که در 6 ماه اول سال جاری در سمت رشد تحصیلات کسبی، آماده‌سازی کادرهای رقابت‌پذیر، گسترش تحصیلات دوالی، رقمی کنانی نظام تعلیم، جاری نمودن تکنولوژی‌های معاصر و تحکیم همکاری‌های بین‌المللی نتیجه‌های نظررس به دست آمدند. همزمان زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه‌ها باز هم بهتر گردیده، صنفخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و استخوان‌های تعلیمی با تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر و تجهیزات‌های نوی تعلیمی مجهز کرده می‌شوند. ذکر شد که سال تحصیل جاری مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی کشور را 25891 نفر ختم نمودند. از این شماره 19105 نفر دختران بوده، 494 نفر مؤسسه را با دیپلم اعلی ختم کردند. وابسته به مسئله‌های بلند برداشتن صفت تعلیم، آماده‌سازی آموزگاران صاحب اختصاص، تحکیم رابطه مؤسسه‌های تعلیمی با استحصالات، استفاده تکنولوژی‌های رقمی و جلب هرچه بیشتر جوانان با آموزش کسب و هنر، نتیجه‌های نظررس به دست آمدند.